سوم دعای پدر و مادر هست. در حق فرزندانتان بددعایی نه. دعای پدر و مادر قبول می شود. واقعی جریج عجیبه. یک عابدی بود، سر نماز بود، مادرش صدا کرد و خدایا یک درکتم نماز از طرف صدای مادر. نمازش نفلی بود، نماز ختم نکرد. مادرش هر صدا کرد بزرگوار نماز میخواند. روز دوم آمده منصوری، روز سوم آمد دید که جواب نمیده، نماز میخواند. و خدای از دنیا نرفته به گردنش یک بلای بیانداز. اما یک زنی زناکاری به گردنش میفته، از دیگری حامله شده، وضع حمل کرده، اون رفته برای خودشون، دسترسی به اون ندارد. ما میچسبد میگه این با من زنا کرده، خانه‌اش را خراب میکنن، عبادت خانه‌اش را خراب میکنن، اون پایین میکشن، میارن میزنن اون را. میگم من میدانم گناهم از کجا هست، من زنا نکردم، من گناه دارم، گناهم بددعایی مادر است، مادرم را اجابت نکردم، صدای مادرم را اجابت نکردم. من از اونجا میدانم این صدمه را. آخر میگوید توبه میکند، استغفار. اما انسانی بزرگی است، انسان خوبی است. دیگه اون کودکی که پیدا شده، اون کودک را بیاری. وقتی میارن دست روی شکمش میگذارد، میگه من میدانم خدا شما را خلق کرده، از هر رای هستید، به هر حال مخلوق خدا هستید. اون خدایی که شما را خلق کرده بگو پدرت که هست. این کودک به سخن میاد، میگه فلان چوپان پدرم هست، نه این بیچاره، فلان چوپانه. از اون معذرت خواهی میکنن، میگه خانه شما را خراب کردیم، اجازه بدید با طلا است برای شما خانه درست میکنیم. مگه نه، من خانه طلایی نمیخوام، همون خانه گلی من درست. این صدمه از نافرمانی مادر به من رسید. این بددعایی مادره. کسانی که پدر و مادرشان زنده هستند قدر اونا را بدانند. و ارزش برایشان قائل بشوند. جای پدر و مادر را هیچ نمی‌دید. بله، اما گفتم سید انسان دعایش قبول می شود، اما اگر طعام و آب و لباس و غذایش حرام باشد، رسول الله فنا یستجاب لذلک. این نحوست و بدی مال حرام هست، توفیق عبادت نمی شود، دعا پذیرفته نمی شود. ما دعا بکنیم دعا پذیرفته نمی شود.